سوار شدنش با خودته، نه اونم با خودت نیست، پیاده شدنت هم با خودت نیست. یعنی من حساب کردم اگه شما 100 کیلو باشی بخوای 10 بار از این ماشین پیاده شی سوار شی میشه 10 کیلو. از آیت واقعا سخت‌تره سوار و پیاده شدنش. حالا خوب سقفش نیست، سقفش باشه که اصلا نمیشه. 924 کیلو کلا، ولی شتابش نگم براتون. وقتی که میشینم تازه میشم همه ارتفاع ماشین. دیگه خودتون بگیرید دیگه. لوتوس الیزه 4 سیلندر، ماشین فوق العاده ای. الان قیمتش حدود قیمت 530 نیوه، ولی شما باشی ایشون یا 530 قشنگم باش میشه رفت آفرودا. اما قصم میگیره میخوام سوارش بشم. دستمستم همش زخم شد. یه استارتی هم بهش بزنیم. استارت نمیخوره. چرا؟ کنم روشن شه. آره دیدی؟ کار نشد نداره. عقبو بگیر.